سلام و صد سلام. خوش اومدید به یه قسمت دیگه از اعیونی ترین برنامه دنیا، ماتریکس تیوی. و امروز در خدمت خفن‌ترین مغز سیلیکون ولی، پدر معنوی موشک و توییتر، آقای ایلان ماسک. سلام، یه بار دیگه اومدم دنیا رو نجات بدم. البته به شرطی که دنیا قبلاً توسط خودت به فنا نرفته باشه. بگو ببینم، شنیدم برای فرار از مراسم عروسی یه ربات ساختی؟ آره، اسمش گذاشتم ماسپات. شبیه خودمه، فقط کمتر توییت میزنه. بگو خب اون شب موفق شدی فرار کنی؟ آره، ولی مامانم بازم فهمید. گفت این یکی حتی جوک‌های تکراری هم مثل خودته. ببین راستشو بگو، چرا واقعا میخوای بری مریخ؟ فکر کنم اونجا موبایل آنتن نمیده و کسی نمیتونه زنگ بزنه بگه ایلان جان بیا عروسی دختر خالت. دقیقاً، مریخ فقط یه آزمایشگاه نیست، یه راه فراره. شنیدم یه پروژه جدید داری به اسم نورولینک 2.9 برای مادر زنا. آره، وصلش میکنی. فقط 2 دکمه داره. 1 بله مامان جون. 2 بفرمایید غذا عالیه. ایلان راستشو بگو، تا حالا شده یه استارتاپ فقط برای حالگیری راه بندازی؟ آره، اسمشو گذاشتم ناتفلیکس. فقط فیلم‌هایی پخش میکنه که وسطش قطع میشن و پیام میده اول زندگیتو درست کن. شخصیت مورد علاقت توی تاریخ کیه؟ اون دانشمندی که برق رو اختراع کرد ولی قبض نفرستاد. بگو ببینم فرق تو با استیو جابز چیه؟ من با یه ماشین دنیا رو عوض کردم، اون با یه سیب. پس فرق تو با نیوتن چیه؟ اون سیب خورد تو سرش فهمید جاذبه است، من خورد تو مخم فهمیدم پول است. و در نهایت یه سوال مهم، اگه فقط یه نفر رو بتونی با خودت ببری مریخ، کیو میبری؟ اون رباتی که جای من میره عروسی. یوال، همینو میخواستم. تا یه قسمت دیگه از ماتریکس تیوی، بدرود رفقا.